شهر ضحاک یکی از شگفت‌انگیزترین میراث‌های تاریخی افغانستان است. شهری افسانه‌ای در قلب ولایت بامیان. این شهر باستانی به دلیل استفاده از خشت‌های سرخ رنگ در معماریش به نام شهر سرخ نیز شناخته می‌شود. شهری که هنوز هم در سکوت کوهستان رازهای قرن‌ها تاریخ را در خود نگه داشته است. ویرانه‌های شهر ضحاک در ورودی شرقی بامیان در جنوب غرب 6 پل قرار دارد. جایی که دیوارهای فرسوده‌اش هنوز عظمت یک دژ دفاعی را روایت می‌کنند. ارتفاع این ارگ تاریخی بین 100 تا 170 متر برآورد شده. ساختاری سترگ که روزگاری نگهبان مسیرهای حیاتی منطقه بوده است. در گذشته شهر ضحاک یک چهارراه ارتباطی مهم به شمار می‌رفت. شهری که شرق را به ایران، غرب و جنوب را به هندوستان و شمال را به هندوکش و دریاچه آمو پیوند می‌داد. در بعضی قسمت‌های باقی مانده شهر آثار برخی از دوره‌های تاریخی زیر به چشم می‌خورد. ترک‌های یفتلی یا هون‌های سفید از قرن‌های 4 تا 9 میلادی، سده‌های اولیه اسلامی از قرن‌های 10 تا 13 میلادی و تیموری‌ها از قرن 15 تا 16 میلادی. اصل نام این شهر در نخستین سالها مشخص نیست، هرچند افسانه شاه ماردوش به نام ضحاک در ادبیات فارسی آمده و مردم عوام نیز عقیده دارند که اینجا پایتخت ضحاک ماردوش بوده، چون او این شهر را ساخته است. با اینکه افسانه‌های ضحاک ماردوش حاکم در این شهر در بین اقوام هزاره منطقه نقل می شود، اما تاریخچه دقیق و معتبری برای ساخت شهر ضحاک در افغانستان وجود ندارد. فقط در بخش‌هایی از خرابه‌های شهر ضحاک می‌توان با آثاری از ادوار تاریخی مختلف به صورت زیر آشنا شد. هون‌ها شاخه‌ای از قبایل ترک آسیای میانه از قرن 4 تا قرن 9 میلادی. قرون اولیه اسلامی یعنی از قرون 10 تا 13 میلادی. تیموری‌ها از قرن 15 تا قرن 16 میلادی. شهر ضحاک یکی از 8 بنای تاریخی ولایت بامیان به عنوان میراث فرهنگی جهان در یونسکو ثبت شده، اما وضعیت آن بسیار غم‌انگیز و تأسف‌بار است، به طوری که این شهر همکنون در حال محو شدن است، چون حوادث طبیعی هر روز ویرانه‌های باقی مانده این آبادی تاریخی را ویران‌تر می‌سازد. کاظم یزدانی از تاریخ نویسان افغان با بیان اینکه بر اساس کاوش‌های پراکنده و غیر علمی نتایج حفاری‌های انجام شده و نقاشی‌های موجود در این منطقه می‌توان به این نتیجه رسید که ساکنان اولیه این شهر قبل از اسلام ترک‌ها و مغولان بودند. وی تصریح کرد از سفرنامه هیوان تسانگ، سیاح چینی، می‌توان به این نتیجه رسید که در زمان حیات او یک شاهزاده ترک در بامیان فرمان روایی می‌کرد. قصه های عامیانه در میان مردم بامیان وجود دارد که نشان می‌دهد این شهر توسط یکی از شاهان مقتدر افسانه‌ای ترک به نام ضحاک ماردوش ساخته شده است. تونل پلکانی زیر زمین در نزد مردم محل به راه آبدوزداک معروف است. این تونل خمیده، مارپیچ و پله پله است که حفاری آن از وسط شهر و از تپه پایینی آن به سوی زیر زمین حفر شده و به حوض آبی که اکنون خشکیده است متصل می شود. شهر ضحاک در حال نابودی، بامیان از ولایت‌های برفگیر افغانستان است و بارندگی‌های سنگین این ولایت هر روز از عمر قلعه و شهر تاریخی ضحاک می‌کاهد. نیاز است تا مسئولان افغانستان و فرهنگ دوستان این آثار کهن و باستانی را از خطر نابودی کامل نجات دهند. اما فراتر از سنگ‌ها و ویرانه‌ها، شهر ضحاک تنها یک بنای تاریخی نیست. این شهر یادگار نفس‌های یک تمدن است. روایتی زنده از مردمانی که قرن‌ها در این سرزمین زیسته‌اند، جنگیده‌اند و تاریخ ساخته‌اند. اگر امروز از این میراث محافظت نکنیم، فردا چیزی جز خاطره‌ای محو برای نسل‌های بعد باقی نخواهد ماند. حفظ شهر ضحاک حفظ هویت ماست. حفظ داستان‌هایی است که هنوز در دل این خاک نفس می‌کشند.